بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم و موضوع امروزه فضل و عدل خدا به بندگان. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: والله تعالى متفضل على عباده عادل قد يعطي من الثواب أضعاف ما يستوجبه العدل تفضلا منه، وقد يعاقب على الذنب عدلا منه، وقد يعفو فضلا منه. یعنی خداوند متعال عادل و بر بندگانش صاحب فضل و احسان است. گاهی بر اساس همین فضل و احسانش چندین مراتبه ثواب و پاداشی که شخص مستحق آن است عنایت می‌فرماید و گاهی ممکن است بر اساس عدل خود کسی را به جرم گناه مجازات کند و گاهی ممکن است از روی فضلش عفو کند و ببخشد. اکنون بیاید شرح گفته های امام ابو حنیفه را ببینیم. مثلا گاه الله تعالی بنده را بر عوض طاعت و عبادتش در این دنیا و آخرت آنقدر پاداش می دهد که آن از عبادت کردگیش چندین مراتبه افزونتر است. این فضل و مرحمت الهی است. و گاه عقاب و عذاب می کند بنده را به زیادتی در قدر که بنده مستحق عذاب شده است، یعنی از گناهی کرده اش زیاد عذاب نمی دهد، فقط آن مقداری که گناه کرد همان مقدار عذاب می دهد. این عدل پروردگار است. چنانه که می فرماید خدا پاداش هر کی را که بخواهد چند برابر می کند. خدا کشایش دهنده و داناست. سوره بقره آیت 261. و گاه عفو می کند گناه بنده را یا به واسطه شفاعت یا به وسیله شفاعت. این فضل و مرحمت پروردگار است. به یک حسنه 10 حسنه دادن الله تعالی این عام است، اما به یک حسنه از 10 زیاد تا 700 دادنش این خاص است. این است فضل و رحمت الله تعالی. خلاصه دوستان عزیز، موافق اراده امر پروردگار به سوی بنده اش از عدل و فضلش خالی نیست. امام ابو حنیفه رحمه الله در دوام متن می‌فرمایند: و شفاعت الانبیاء علیهم الصلاة والسلام حق، و شفاعت نبینا صلی الله علیه و سلم للمؤمنین المذنبین و اهل الكبائر منهم المستوجبین للعقاب حق ثابت. یعنی شفاعت پیامبران علیهم الصلاة والسلام و شفاعت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان گناهکار و اهل کبائر، یعنی آن مؤمنانی که گناهان کبیره کرده اند، حق است. اکنون بیایید شرح این گفته های امام ابو حنیفه را ببینیم. امام ابو حنیفه میگویند که شفاعت کردن جمیع انبیا علیهم السلام حق است. یعنی هر یکی از پیامبر حق شفاعت کردن به امت خودش را دارد و شفاعت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم نیز که در مقام محمود است برای مؤمنانی که گناهی صغیره کردند و گرفتار عقاب شدند و این چنین برای مؤمن‌هایی که گناهی کبیره کردند و سزاوار عذاب الهی گشتند حق است و راست است. و این با حدیث ثابت شده است، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: شفاعتی لأهل الكبائر فی امتی، یعنی شفاعت من به آنهایی که گناهی کبیره کرده اند از امت من راست می باشد. روایت امام احمد، ابو داود و ترمذی. دوستان عزیز، و بغیر از شفاعت پیامبران این چنین شفاعت ملائکه ها نیز حق است و این چنین شفاعت عالمان
شهیدان، اولیا، فقیران و طفلان و مؤمن‌های صبر کننده در بلا نیز حق است و راست است. درباره شفاعت این گروه شخصان در حدیث‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است. پس دوستان عزیز، خلاصه درس این است که خداوند عادل است. هر یک شخصی که گناه کرده است موافق گناهش عذاب داده می شود. از آن زیاد خداوند شخص را عذاب نمی دهد و کارهای ثواب باشند خداوند از فضل خودش می تواند ثوابها را به 10 چند و به 100 و به 700 و از این زیاد نیز ثواب بدهد و این چنین شفاعت همه پیامبران حق است و راست است و شفاعت پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم حق است و راست است و این چنین شفاعت ملائکه ها، عالمان، اولیا، شهیدان، فقیران، طفلان و مؤمن های صبر کننده در بلا حق است و راست است. پس در آخر دعا کنیم که خداوند شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به هر یکی ما نصیب بگرداند و این چنین شفاعت عالمان و اولیا شهیدان این امت را نیز بر ما نصیب بگرداند. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.